روملو مناما لوکاکو بولیگولی که بین ما ایتالیایی ها معروفه به سردار لوکاکو. همه مردم دنیا اونو به مرد بلژیکی میشناسن و به دلیل مشکلات سیاسی پدرش که از 5 سالگی دامنگیر روملو شده به بلژیک سفر میکنه و سرنوشتش کلا عوض میشه و در تیم راپلبوم و KFC فوتبال خوش رو استارت میزنه تا امروز که در اینتر و چلسی و روم و وست برومویچ و خیلی باشگاه‌های دیگه بازی کرده. مردی بسیار مهربان بوده ولی همیشه به دلیل رنگ پوستش مورد حملات نژاد پرستانه میگرفته و مقصر اعلام شده. اما همین رنگ پوستش و سوراخ‌های بینی بزرگش باعث شده که از قدرت دوندگی و آمادگی جسمانی بسیار بالایی برخوردار باشه. ولی همین رنگ پوستش باعث شده که هیچ وقت مثل کریستیانو رونالدو و لیونل مسی رسانه‌ای نشه. از افتخارات تیمی ایشون لیگ برتر و سوپر جام بلژیک 2009 و 2010، قهرمانی با تیم اینتر میلان در سال 2022 و 23، قهرمانی در سری آ با تیم اینتر میلان در سال 2020 و 21، جام حذفی ایتالیا و سوپر جام ایتالیا در سال 2022 و 2023 اگه اشتباه نکنم. در سال 2022 و 23 با چلسی جام باشگاهی جهان رو داشته. در سال 2019 و 20 لیگ اروپا به نایب قهرمانی رسیده با اینتر، نایب قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده 2022 و 23 با اینتر. و افتخارات شخصی ایشون هم میشه به کفش‌های نقره‌ای برنز و آبنوس در سال 2009 10 11 و 18 اشاره کرد و خیلی افتخارات دیگه از قبیل آقای گل مشترک جهان در سال 2021 فکر میکنم. و خیلی جالبه یکی از گل‌های ایشون شبیه گل آقای ماتراسی بود به فرانسه توسط ارسال پیرلو که اینجا به تیم میلان زد. نگاه کنیم با هم، ارسال میکنه به روی دروازه، لوکاکو دروازه، عذرخواهی میکنم. و این گلش که شبیه گل نازالیا دولیما بود به اولیور کان در سال 2002. کنیم در برگشت ریباندش رو گل میکنه لوکاکو. تا درودی دیگر، بدرود.